پریشان کجا رفتی که راهیری ستاره رفته ماهیری کبوتر پای تنها را نشاند آه چاهیری پریشان. بهناز به نظرت ما چی بخوریم اینجا؟ بچه ها میتونیم قنبر پلو بخوریم. قنبر پلویی که خیلی مزه ترین غذاهای شیرازیه. داخلش گوشت قلقلی داره، کشمش داره، روغ بردار داره. بهتون پیشنهاد میکنم قنبر پلو بگیریم. گردو هم داره. گردو آشنا مانده پریشان پریشان روزگاران پریشان جمع یاران بیابان و ویرانه ببین آغوش تابان پریشان. بچه ها اولین باره میخوام قنبر پلو بخورم. گوشت قلیاس یه دختر انار قلطونده شده برنجش و اینا میکنم آلو هم داره. خوشمزه خیلی خوشمزه. دورچینش هم پیاز و زمو بردن و فلفلا ترشی فلفلا اینم میکنم. واقعا هیچ کس اصلا مزه اینا نمیده. پیازداغ هم داره. وصل جانانه و یار